با سلام خدمت همراهان گرامی، عزیزان بیننده. این غاری که امروز میخوام براتون فیلم برداری کنم، این غار آهکی، آبهایی که از سقف این غار چکه میکنه رنگش به رنگ آهکی نیست، رنگ متفاوتی داره و خیلی جالبه. رنگ اون رنگ زرده کنه بتونه اینهاش رنگ زرد است که ببینم میتونم براتون بیارم نماش جلو. میبینید عزیزان، این رنگ زرده. میبینید آبای این غار به رنگ زرده و قندیلایی هم که به وجود میاد به همچنین رنگشون میبینید متفاوته با اونا. حالا دلیل این باید جستجو کنم ببینم چی است و چه ستون زیبایی تو این غار تشکیل شده. نگاه کنید، این ستون واقعا جذاب و دیدنیه. نگاه، با ببرمش دورتر. این ستون میبینید بسیار زیبا و دیدنی است. بله، این یک ستونه و این کنار اونم همچنین یک ستون زیبا و یک ستون دیگری که در حال شکل گرفتنه. این غار دلیل متفاوتی رنگ آبی که از سقف اون چکه میکنه به رنگ ارغوانی، من دقیقا اطلاعی ندارم، براتون جستجو میکنم، به نمایش میذارم براتون در ویدیوهای قبلی. این هم همینجور میبینید، این هم رنگش متفاوته، این هم یکی دیگرش هست که داره تشکیل میشه و رنگ اون همین هم به رنگ چی بگم، متمایل به سبز، بعضیش رنگ متمایل زرد متمایل به نارنجیه، در رنگ‌های متفاوتی، ولی همین کافیه که ببینیم یک غار آهکی با آبهای آهکی متفاوت رنگ. دلیلش هم مطمئن باشید دوستان براتون پیدا میکنم و حتما برای شما عزیزان میگم تو شما هم کاملا از اون با اطلاع باشید. و چه عنکبوت زیبایی، ما هر بار باید یک چیزی اینجا شکار کنیم. علاوه بر موضوعمون ببینم میتونم بگیرمش، یک عنکبوت که نشسته و در حال ساختن لانه خودشه. اینه همینه، باید برمش عقب ببینم میتونم بگیرمش. اینهاش، اینم اون عنکبوت زیبا که در حال لانه سازی برای خودش هست. بله، تو این غار انواع و اقسام موجودات گزنده، پرنده، حتی حیوانات چرنده تو این غارها زندگی میکنن. به 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 به، این غار واقعا زیباست. ببینم این یکی میتونم این قطره آبا بگیرم براتون، چون یه لحظه اگه چکه بکنه دیگه نمیشه پیداش کرد. کجا رفت؟ حدود این حوالی. اینهاش باید بچرخونم دوربینم و ببینم. این به رنگ سبزه. چه رنگای متفاوتی، چند رنگ تو این قندیل وجود داره بچه ها. نگاه کنید عزیزان، واقعا به رنگ میتونم بگم رنگین کمانه. بله، میبینید رنگ قطره آب مشکی یا همون سیاه، ولی قندیل تشکیل شده سبز رنگ، خاکستری رنگ، ارغوانی، همه رنگی تو این قندیل به کار برده شده باشه. اینا از عجایب. این نقشی هم رو این هست، ببینم میتونم این نقشم براتون بگیرم ببینم.
دیگه ببینم. بله، این نقشه چرا دستم میلرزه امروز؟ نگاه کنید، این یه راهنما هست. این نقشه یک صورت یک حیوانه، میبینید عزیزانم رو؟ آها بله، و کنارش میبینیم کجا رفت بود طرحه؟ چه رنگهایی به کار برده شده بود. الله الله، نتونستم اونو بگیرم. یه لحظه اینکه حیف شده که نخندید. آها، ببینم چه چیزی دیگه تو این غار وجود داره. باید برم ببینم تو انتهاش تو کجا میشه رفت. الله الله، الله اکبر، استغفر الله. کنه چه حفره اینجا هست. این باید یه چکشی یه چیزی باشه، بیارم براتون ببینم چی هست چی نیست. فقط زیبایی این غار به چی هست؟ به همون تغییر رنگ آبشه که به رنگ‌های مختلفی در اومده. من تو غارایی که تا حالا رفتم، غارای آکی، به جز رنگ سفید ندیدم آبی به رنگ دیگر چکه کرده باشه یا در جریان باشه، ولی تو این غار میبینم هست. انواع رنگ ها تو قندیل هاش داره به کار برده میشه به خاطر اکوسیستم جو هوا. نمیدونم، اینو باید براتون سرچ کنم و حتما بازگو کنم برای شما عزیزان. خب فعلا تا ویدیوی بعدی عزیزان شما رو به خدای منان می سپارم. خدا